ماه نور و رحمت و غفران کجا هستی بیا. ماه مبارک رمضان ماه است که در سال دوم هجری بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرض شد. یعنی بعد از 15 سال پیامبر شدن پیامبر ماه رمضان فرض شد. 13 سال در مکه بودند، بعد از این به مکه رفتند. 13 سال در مکه بودند، بعد از این به مدینه رفتند. در مدینه 2 سال زندگی کردند که در دوم هجری ماه مبارک رمضان فرض شد و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همگی تا وقت وفاتشان 9 سال روزه گرفتند که بعضی از این سالها 29 روز روزه می گرفتند و بعضی از این سالها 30 روز روزه می گرفتند. و این ماه مبارک رمضان 2 مرحله داشت. مرحله اول التخییر بین الصیام والاطعام مع تفضیل الصیام علیه. در اون اولی که ماه مبارک رمضان فرض شد انسانها را مخیر گذاشت در بین 2 چیز، در بین روزه داشتن و در بین طعام دادن. یا روزه دارید یا طعام دهید، اما روزه داری را افضل خوند. این مرحله اولی فرض شدن روزه بود. اما مرحله دوم مرحله است که تعیین الصیام بدون تخییر، روزه داری را به یگان اختیار، به یگان شک و شبهه یا که جایگزین کردنش فرض کرد. چلی که عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد يفطر ويفتدى يعني فعل حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها يعني بها قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. سلمة بن الأكوع میگن وقتی که الله رب العزة والجلال گفت که و آنانی که طاقت کردن میتوانند اونها فدیه طعام بدهند با مسکین ها. کسی خواهد روزه می داشت، کسی خواهد طعام می داد. اما وقتی که بعد از این آیه دیگر نازل شد که الله رب العزة والجلال گفت هر کسی که ماه مبارک رمضان را شاهد شد پیدا کرد به این ماه رسید باید روزه بگیرد، باید روزه بگیرد، اختیار وجود ندارد. اما کسی که مریض هست، کسلی دارد، اما کسی که یا مسافر هست میتواند که از روزهای دیگر بعد از مسافریش بر آمدن مقیم شدن و بعد از کسلیش درست شدن چی بگیرد؟ از دیگر روزها روزه بگیرد. فاوجب الله الصيام عینا بدون تخییر. پس الله رب العزة والجلال ماه مبارک رمضان را عینا خودش را واجب و فرض کرد به یگان تخییر. پس ماه مبارک رمضان همان وقت فرض می شود که روزه گرفتن همان وقت فرض می شود که ماه مبارک رمضان داخل شود. پس پیش از ماه مبارک رمضان در آمدن 1 روز 2 روز برای احتیاط روزه گرفتن را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منع کردند، گفتند واجب نیست. چرا که همان وقت روزه داری فرض می شود که انیق و 100% ماه مبارک رمضان داخل شود. حدیث سه آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند لا يتقدمن احدكم بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. حدیث صحیح است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند که یکی از شما پیش از ماه مبارک رمضان 1 روز یا 2 روز پیش روزه گرفتن را شروع نکنید برای احتیاط، مگرم همون مردی که روزه می داشت پس روزه همون روزش را کامل بکند. یعنی مردهایی که روزی پنجشنبه و دوشنبه روزه میگیرند اونها اگر به آخر ماه شعبان رسید روزه گرفتنشان جایز است. اما بعضی از انسان ها به خاطر احتیاط میگویند امروز روزه شاید درآید یا فردا درآید بیا بهترش 1 روز یا 2 روز پیش از ماه مبارک رمضان روزه میگیرند. گفتن این غلط است و این از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نیست. این از نهی کردگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. همان روزی که ماه مبارک رمضان 100% داخل شد همان روز ما روزه میگیریم و همان روز روزه گرفتن فرض است. ماه نور و رحمت و غفران کجا هستی بیا. ماه شوق و لذت ایمان کجا هستی بیا.
ماه پرفیض و نیایش ها هر آسانیم بیا، ما همه بر سفرت مهمان کجا هستی؟ ای شبستان قلوب مسلمین آخر بیا، ای گذرگاه مسلمانان کجا هستی؟